با من همراه باشید تا بهتون نشون بدم یکی از بزرگترین اتفاقایی که اینجا اتفاق افتاد و یکی از بزرگترین اتفاقایی که شاید توی این 3 سال ما منتظرش بودیم، از سال 2022 تا به 2024 رو قرار رقم بخوره رو قرار من به شما امروز بگم. پس همراه من باشین. اسم من امیررضا هستش. خوش اومدید به کانال TA Crypto. همونطور که در ویدیوهای قبلی به شما گفته بودم، احتمال اینکه دوباره بره بالا و بیاد پایین خیلی زیاد بودش، ولی کن بالا نرفت و فقط یک راست به پایین اومد. چرا؟ دلیلش هم اینه. دلیلش به خاطر این بودش که خیلی یک دونه حمایت رو بیت کوین تست کرد. وقتی که یه حمایت زیاد تست میشه، احتمال شکستش هم 2 برابر یا حتی 3 برابر هم ممکنه بشه. احتمالش خیلی بیشتر از هر دفعه میشه و به همین خاطر هم شکست و اومد پایین. ولی من انتظار داشتم که من برای خودم یک خط اینجا کشیده بودم که اینجا گفتم اینجا رزیستنس لاینه و حمایت ما در اینجا هستش. خب ترید شورت میخواستم بزنم در اینجا که تقریبا من بایم و اینجا گذاشته بودم و من از این قسمت هوای بیت کوین رو داشتم. گفتم این اگه بیاد زیرش ریتست میکنه و برمیگرده میاد پایین و خب تقریبا همچین اتفاقی افتاد، ولی خب به پرایس لول من نرسید. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و خب حالا دیگه شده که شده دیگه، چی کارش میشه کرد. ولی کن برای آینده بهتون بگم، برای آینده بذاریم برم توی چارت در روز. خب در اینجا ما میتونیم یک چیز بسیار 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 زیبا رو ببینیم. یعنی من 3 بار بسیار رو تکرار کردم. یک head and shoulders ما میتونیم اینجا ببینیم. بله دوستان، head and shoulders که نکلاینش میاد و بیایم این پایین اینجا و نکلاینش هم که الان ما اینجاییم. نکلاین اینجا هستش و بله دوستان، بیت کوین قراره بیاد پایین. طبق تی ای که قرار انجام بشه، تحلیل تکنیکالی که قرار انجام بشه، الان به شما پرایس دقیق بیت کوین رو بهتون تحویل میدم. دقیقاً روی 25414 دلار که دفعه قبلی هم تقریباً به همین لول ها اومدیم و دوباره لول زیبای رزیستنس قویمون توی 25000 رو که دفعات زیادی هم اینجا رو تست کردیم قرار دوباره به اون برسیم. بله، درصدهای خطای این تحلیلی که من کردم خیلی ممکنه زیاد باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب قطعاً اینی که من کشیدم یه تحلیل تکنیکال، ممکنه اینش بره بالاتر اینش بیاد پایین‌تر، ولی میگم در همین حوالی بیت کوین میاد و در همین حوالیه. خب حالا اگه ما بخوایم اینو تریدش بکنیمش، این اگه بخوایم معاملش بکنیم، تقریبا به همین چیزی میرسیم. اولین کاری که باید فیبوناچی بکشیم به خاطر اینکه بتونیم اینو به دستش بیاریم و به این ترتیب فیبوناچی رو ما میکشیم و میبینیم لول 25000 میشه همین لولی که باید حواسمون خیلی جمع باشه بهش. خب گلدن پاکتی که ما داریم یا اون محدوده خرید طلایی ما دقیقاً بین این 2 تا خط من هستش، 2 تا خط طلایی ها میشه گفت. اینجا خرید انجام میشه و میاد و توی این رزیستنس اینجا فروش انجام میشه. توی نقطه 0 اگه بیاین بفروشین خیلی ریسکش بالاه، ولی من ترجیح میدم اینجا بفروشم. خب میگم خودتون با تحلیل و دانایی خودتون این ترید رو بردارید. این یکی از ترید هایی که ما میتونیم برداریم. ترید بعدی که ما میتونیم انجام بدیم که انگار نه همین ترید میشه، انگار اینو بیاریمش اینجا، میشه میاد
بیاد اینجاها. دقیقا اینجا اگه باشه میاریمش اینجا و بله میبینیم که این ترید خوبی نیستش. صرفا فقط میتونین یک ترید انجام بدین ولی ترید معقولی نیستش، چون 2.5% تقریبا باخت دارین و 3% هم سود. ولی اگر که ما یک ترید بهتر رو بتونیم انجام بدیم، تریدی که اینجا من قراره به شما بگم همچین تریدی هستش که روی این لول یا تو همین محدوده اگر که دیدیم بیت کوین اومد پایین، ریتست کرد و باونس بک گرفت، یعنی کانفرم شد، قطعی شد میاد پایین، این ترید خوبیه که ما قطعا میخوایم بگیریمش. این تریدیه که ممکنه ما رو بیاره به 20,000 21,000. خب که اگه ما فیبوناچی رو ببینیم میبینیم که بله روی 20,800 و 23,000 اولین تیک پروفیتمون رو یا اولین برداشت سودمون رو میتونیم از 23,000 داشته باشیم و میتونیم یک کم از پولش رو باقی بذاریم و در 20,000 یا 21,000 برداشت داشته باشیم. ما اگر که یک ترید تو همین حوالی داشته باشیم، این باید از این خیلی بالاتر باشه، اینجا باید باشه. اینجاست که ریسک تو ریورد ریشیویی که ما میبینیم 2.5% ضرر و 15% سوده. این اون تریدیه که برای ما مهم هستش و میتونیم از این ترید پول زیادی در بیاریم. ممنون از اینکه تماشا کردین. یه تحلیل دیگه بهتون دادم از بیت کوین و امیدوارم براتون مفید بوده باشه.